آیا B2 توالت داره؟ بمب افکن B2 دارای قابلیت فاصله‌های دیوانه‌واره. ساخته شده تا بدون توجه به دفاع هوایی دشمن به لطف ویژگی‌های مخفیش از بین ببرتشون. B2 حتی رکوردهای کتاب‌های تاریخ و با سفرهای طولانی مدت قابل توجه شکسته. این هواپیما در یک مأموریت بمبگذاری جسورانه به افغانستان رفت. یک پرواز 44 ساعته ماراتون و سپس برگشت. خدمه‌شو عوض کرد و تنها در 34 ساعت به ایالات متحده بازگشت. با این حال ممکنه تعجب کنید که چگونه خدمه این مأموریت‌های بسیار طولانی رو مدیریت می‌کنن. در جواب بهتون میگم که اونها در یک هتل پرنده هستن. ببینید که B2 با توجه به راحتی خدمه مجهز شده. B2 چیزی بیش از یک هواپیمای نظامیه. در واقع برای پرسنل اختصاصی خانه دومشون محسوب میشه. اونها امکانات ضروری از جمله یک تخت برای استراحت مورد نیاز، مایکروویو برای ورد غذایی گرم در اون سفرهای طولانی و حتی یک توالت دسترسی دارن. چند دقیقه توی دستشویی میتونه همه چیزو برای خدمه تغییر بده. جایی برای انداختن بمب‌های خود. بهترین چیزیه که یک